الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك إذا رأى منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فهو أضعف الإيمان. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک توجه من و شما را به یک چیز میکند که امت من، پیروان من هر وقت شما را بر یک چیزای منکرات چیزایی را میگن که او را الله متعال و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده است که او را نکنی گناه. همون را پیغمبر میگه هر وقت یک چیز منکرات دیده، هر یک چیزی را که او را خدا و پیامبر منع کرده است دیده، فلیغیر بیده، همون چیز تغییر بده به دست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه همون چیز تغییر بده به دست. مقصد یک انسان نظر میکنی که به طرف یک جا روانه است، میگوی برادر که جا میره، میگه من زنا کنی میرم. تو ماشین تا من میکنی، میگوی من اونجا نمیرم. تو به معصیت میره، من اونجا نمیرم. یا اینکه پلت میته، میگه برای بهونه عرق بیار یا سیگارت بیار یا دیگر کارهای حرام در روید میکنه. مقصد تو به دوست همون را چکار میکنی؟ تغییر میدی، میگوی من نمیرم، خودش هم میگردونی میتی، میگوی این کار حرامه، من چکار میکنم؟ از خدا میترسم، من نمیرم. همین را به دست تغییر میدی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه همون را به ما شما خبر میدهد که هر وقت چیز منکرات دیده به دست تغییر بده. یا به مثال دیگرش این که در یک دسترخوان نظر میکنی چیز حرام موندگی مثل شراب، قمار، دیگر چیزای حرام موندگی یا فیلم های فاحشگی و چی، همون ها را میگیری، از مقصد بگیم از همون مجلس دور میکنی، تغییر میکنی به دست. همین را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه همون که در همه مجلس ها کشیده همون را بگیری چیکار کنه؟ تغییر بده. فإن لم یستطع فبقلبه فبلسانه. وقتی که اگر به دست تو تغییر داده که ندونسته، غیرت نداره، بگیری به دست دیگرگونش کنی، به شما جنگ میکنن، مثلا سرکشی میکنن، گپاتو بالا میروه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه مرحله ما را میگه که به زبان تو را چیکار کنی؟ نصیحت کنی. به زبان نصیحت کردن اینجا وقت بسیار میگیرن که اندک مختصرا به شما میرسونم. به زبان نصیحت کردن یک برادر مؤمن یک کاری ناخوب میکنه، به زبان نصیحتش میکنی. یک خواهر مؤمن مسلمان به ستر به حجاب نصیحتش میکنی. یک مادر مهربان داری که همه عملهای خوب داره، نماز نمیخونه، نصیحتش میکنی مادر جان نماز تا بخون. پدر داری که مقصد قمار بازی میکنه یا عرق مینوشه، نصیحتش میکنی که پدر جان همین کارا نکن، به زبان نصیحت میکنی. یک دانشجو را نصیحت میکنی، یک طفل را نصیحت میکنی. هر یک خداوند مهربان زن داده است که نماز نمیخونه، نصیحت میکنی که نماز بخون. همه ها را به زبان نصیحت میکنی. همین هم از نشانه ایمانداری است. یکم ایمان قوی پیامبر چرا میگن؟ به دست میگن. مثلا به دست هم تغییر دادی، ایمان تو قوی تر است. وقتی به دست نتونستی، پیامبر میگه به زبانت بگو. دیگه مرحله ایمانداری مسلمان به زبان گفتن مثلا کوشش کنیم که در هر کجا که باشه با طریق نصیحت، چی پدرمون باشه، چی خواهرمون باشه، چی برادرمون باشه، چی یک بگونه که مسلمانه، با طریق زبان شیرین با همان با سخن شیرین. بعد چه خاطر؟ به خاطر که الله گوید یا محمد صلی الله علیه و سلم اگر تو سخن بد بگوی، سخن سخت بگوی، امتون در برت میگریزن، صحابه برت میگریزن. یکی از مرحله که انسان باید سخن شیرین داشته باشه، با لفظ شیرین صحبت کنه، این از نشانه ایمانداری دیوم مرحله پیامبر بود. با زبان هم گفتن نتونستی، با دل همون انسانی که همون کار شنیع میکنه، همون کار پست میکنه، بعدش بین که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به همین بد دیدن تو نشونه ضعیف ایمانی تو میگه. که به همون دلت بد میبینی، که همین با دلت بد دیدن نشونه همه ضعیف ایمانی تو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. به همین خاطر کوشش کنیم که به همین دیلم اگر چند بد دست نتونیم دیگرگون کرده و به زبانم سخن کردن نتونیم، به دیلم کوشش کنیم که بد بینیم. بسیار انسان ها را میبینیم نماز میخونن، روزه میگیرن، هر کار حرام هر کسی که میکنن با میشنن درباره او خنده میکنن، تبسم کنان میکنن. نه، مسلمان باید با غیرت باشه، در چیز حرام خنده نکنه، به خاطر که الله حرام کرده. وقتی تو خنده میکنی با او راضی میشه، الله